طلا یک دارایی امن، اما آیا امکان این وجود داره که با مبالغ کم هم بتونی بر روی طلا بدون اینکه نگران باشیم از نگهداری اون سرمایه گذاری کنیم؟ سلام رفقا، من حامد اصلاحی هستم و اینجا پارسیان کریپتوه. توی این ویدیو نیم نگاهی به طلا دلار داخلی میندازیم، بعد از اون میریم سراغ نقره و حباب اون رو بررسی میکنیم و در آخر سر هم راهی برای سرمایه گذاری های اندک و مطمئن رو بر روی طلا خدمت شما عزیزان معرفی میکنیم. حتما تا انتهای این ویدیو جذاب با من همراه. خب دوستان، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. اگر علاقه‌مند به ویدیوهای تحلیل طلا و دلار هستید، من لینک ویدیوهای قبلی رو در اختیارتون قرار میدم که در ویدیوهای قبلی ما به صورت تخصصی دلار و طلای داخلی رو مورد بررسی قرار دادیم و نواحی جذاب اون رو با هم بررسی کردیم. بریم یک نگاهی به این هفته داشته باشیم و ببینیم چه اطلاعاتی رو میتونیم کسب بکنیم. ابتدا به ساکن بریم سراغ طلای 18 عیار و خب ما یک سری نواحی رو در تایم فریم هفتگی برای اون مشخص کردیم. این تایم فریم روزانه هستش و میبینیم که طلا با برخورد به این ناحیه یک حرکت به سمت بالا رو انجام داد. نکته مهم این هستش که چه دلار و چه طلای داخلی تأثیرپذیر هستن از اخباری که ما مشاهده میکنیم، به خصوص اخبار مذاکره و همونجوری که خب مستحضر هستید این مذاکرات فعلا لغو شده و بازار واکنش خودش رو به لغو این مذاکرات داره نشون میده، به این گونه که خب اگر احساس کنه که هنوز ریسک زیادی وجود داره سعی میکنه دوباره در پله های پایین تر خرید های خودش رو انجام بده. بریم سراغ تکنیکالش. تایم فریم ما ببرم همون روزانه. خب ما یک محدوده داشتیم که قیمت در حال حاضر در درون محدوده اول ما هست. رفتاری که قیمت نشون میده یک جور رفتار رنج، سایدوی و کفسازی هستش. به این معنی که خب انتظار داریم قیمت در همین محدوده ها شروع به کفسازی بکنه با نوسانات مقطعی، حالا به صورت اخبار به سمت بالا یا به سمت پایین. اگر بخوام به صورت پس بهتون نشون بدم، فرض کنید مثلا اگر همین روندها ادامه پیدا کنه، ما یک خبر مثبت داریم، مثلا مذاکره قرار هست بشه، یک حرکت به سمت پایین رو داریم، یا خبرهای منفی که قرار هست مثلا مذاکره دیگه انجام نشه، میتونیم انتظار داشته باشیم که این روند صعودی بشه. در حال حاضر میشه گفتش که طلای داخلی، طلای 18 عیار مشغول کفسازی هست. حالا من خیلی انتظار ندارم به سمت محدوده پایین‌تر برسه، مگر اینکه اخبار مربوط به مذاکره قطعی بشه، یعنی ایران و آمریکا به یک توافق جامعی بتونن دست پیدا کنن. گذاشتن این جلسات قطعا تاثیرگذار هست. تأثیرش رو هم بر روی چارت مشاهده میکنید که قیمت از محدودهای بسیار بالا از ATH خودش به سمت محدوده پایین‌تر حرکت کرده. اما برای اینکه بخواد در این محدوده ها بمونه نیاز داره که شرایط بر وفق مراد باشه و اون ترسی که در قبلا حاکم بود از عدم مذاکره با آمریکا در حال حاضر هم در بازار هست. نمونهش رو میتونیم در همین کندلی که شروع به کار کرده مشاهده کنید. یک گپی رو ما مشاهده میکنیم، یعنی این خبری که اومد و کنسل کردن مذاکره با آمریکا یک پرشی رو ما حتی کوچیک در قیمت طلا مشاهده کردیم. خب من نواحی رو مشخص کردم. اگر نیاز به تحلیل کامل تری دارید میتونید از تحلیل قبلی ما که تخصصی بر روی طلا و دلار داخلی هست استفاده بفرمایید. بریم سراغ قیمت دلار. نیم نگاهی هم به قیمت دلار داشته باشیم، ببینیم حرکت دلارمون به چه صورت هستش. خب بر روی دلار هم دقیقا این اتفاق افتاده. ما یک محدوده داشتیم، برخورد کرده، حرکت به سمت بالا و همون اخبار منفی که خدمتتون گفتم. تو ویدیوی قبلی هم گفتم من خیلی انتظار ندارم به محدوده پایین‌تر برسیم. محدوده حدود 72,000 تومان. چجوری امکانش هست به این محدوده برسیم؟ همونجور که گفتم خدمتتون، اگر توافقات به صورت قطعی و رسمی انجام بشن، من میتونم انتظار داشته باشم که قیمت به سمت این محدوده هم حرکت کنه، حتی به شادو یک واکنشی هم نسبت به این محدوده داشته باشه. توصیه‌های خرید رو هم من در ویدیوهای قبلی خدمتتون عرض کردم که خارج از بحث این ویدیو هستش. بریم سراغ بررسی نقره و ببینیم که آیا اصلا نقره ارزش سرمایه گذاری داره یا خیر. من نمادش رو هم براتون بیارم. اونس جهانی نقره هستش. البته طلا رو زدم من. اونس جهانی نقره. خب تایم فریم روزانه. ببینید دوستان، اولین چیزی که ما مشاهده میکنیم، چرا اونس جهانی رو اول بررسی میکنیم؟ خب تمامی قیمت هایی که در بازار داخلی هستن، چه طلا چه نقره، بر اساس
اونس جهانی شکل میگیرن. حالا اینکه قیمت واقعیشون به چه صورت هست یه فرمولی رو من خدمتتون عرض میکنم برای اینکه بتونید حباب قیمتی رو مشاهده بکنید و خودتون حساب بکنید. هر عددی که به عنوان مثال حالا طلا یا نقره داره، بذارید من برم روی طلای جهانی ابتدا. خب این چارت طلا هستش. ما برای اینکه قیمتش رو بتونیم، حباب قیمتش رو بتونیم محاسبه بکنیم، میتونیم از فرمول زیر استفاده کنیم. قیمت طلا، قیمت اونس طلا تقسیم بر عدد 31.1. چرا تقسیم بر 31.1؟ ببینید خب ما اونس رو داریم حساب میکنیم و نیاز داریم که مقدار گرمی اون رو محاسبه بکنیم. هر اونس طلا تقریبا 31.1 گرم هست. البته یکم خورده داره که خب اون خورده هاش دیگه اینقدر ریز میشه که اهمیت نداره. پس بنابراین قیمت طلا، قیمت اونس جهانی طلا تقسیم بر 31.1 که قیمت گرمی طلای جهانی به حساب میاد. حالا این رو ما ضرب در قیمت دلار داخلی میکنیم. حالا هر روزی که قیمت دلار رو داشتیم ما میتونیم این ضرب رو انجام بدیم. حالا من اینا رو هم فرض کنید مثلا ضرب هستش. عددی که به دست میاد قیمت واقعی طلا بنابر اونس جهانی است. حالا اگر تو بازار آزاد دیدیم قیمت طلا پایینتر از این عدد هست، نشون دهنده اینه که خب مغروم به صرفه است برای خرید و این میتونه یکی از المان‌های مفید باشه که ما بتونیم خرید خودمون رو انجام بدیم. و اگر دیدیم بالاتر از اون هست یعنی بازار وارد یک هایپی شده و یکی از نکات منفی هستش که توصیه داره میکنه که فعلا قیمت برای خرید مناسب نیست. این فرمولش رو حالا براتون نوشتم، خیلی راحته، میتونید این رو خودتون محاسبه بکنید. و حالا من این ویدیو رو زمانی که دارم ضبط میکنم قیمت دلار فکر کنم 85000 تومان باشه. با توجه به اینکه خب نرخ دلار متغیر هست، خب این عدد هر روزه ممکنه متغیر باشه. اینجوری میتونید حباب طلا و نقره رو حساب کنید. البته اگر طلای 18 عیار رو شما دارید محاسبه میکنید نیاز هستش که 1.75 رو هم ضرب در این معامله بکنید. چرا 1.75 رو ضرب میکنیم؟ خب چون طلای 18 عیار مقداری ناخالصی داره. اگه 24 عیار رو محاسبه میکنید که نیازی نیست، ولی اگر 18 عیار رو محاسبه میکنید، اگر شمش طلا هستید این قسمت آخر رو فاکتور بگیرید. اما اگر طلای 18 عیار رو میخواید محاسبه کنید ضرب در 75 هم باید بشه که بتونید حباب قیمتی رو به دست بیارید. بذارید من این رو هم بنویسم که فرمولمون کامل بشه. حالا فرمول ریاضیمون خیلی جذاب نشد اما خیلی میتونه کمکتون بکنه، به خصوص اگر قصد سرمایه گذاری بلند مدت رو دارید. البته این محاسبه حبابش نمیشه. قیمتی که به ما میده قیمت واقعی گرمی جهانی هستش. یعنی ارزش جهانی یک گرم طلا انقدر هست. حالا تو بازار ما اگه پایینتر از این محاسبه بشه، معامله بشه، میتونیم این نتیجه گیری رو بکنیم که قیمت ارزشمند هست برای خرید. یکی از المان‌های موثر برای خرید میتونه باشه. خب خیلی راجع به این صحبت کردیم ولی فکر می‌کنم این مطلب کاربردی باشه، کاملا بتونید ازش استفاده کنید. بریم سراغ نقره، یک نیم نگاهی هم به نقره داشته باشیم. و باز هم من چون همیشه طلا رو سرچ میکنم. خب این نمودار نقره هست در تایم فریم روزانه. یه نگاه تکنیکالی بهش داشته باشیم. خب قیمت یک حرکت صعودی رو داشته و وارد یک کانال شده. اگر من میخوام کانالش رو برای شما دوستان رسم کنم، ما میتونیم یک همچین کانالی رو براش رسم کنیم که میبینیم که واکنش بسیار جذابی رو هم به سقف و کفش داشته. در حال حاضر داره برمیگرده به محدوده میده کانال. یکی از محدودهای خرید میتونه میده کانال باشه و محدوده بعدی حالا قسمت پایینی کانال هستش. من نمودار ارزم به خدمتتون یک نمودار رو هم به این چارت اضافه بکنم. نمودار طلا رو چرا دارم این کار رو میکنم؟ ببینید معمولا نقره، من این رو هم پاک بکنم که شلوغ نشه، خط نارنجی رنگ نمودار طلا هست. معمولا نقره دنبال روی طلا هست با خیلی تأخیر کم.
میبینید که روند صعودی بوده، اصلاح کم، یک اصلاح عمیق‌تری رو داشتیم و قیمت برگشته بالا همراه با اینکه قیمت طلا برگشت. میبینید کاملا مشابه هم دارن رفتار میکنن. اما اتفاقی که افتاده، قیمت نقره در حال حاضر در بازارهای جهانی خیلی پایینتر از قیمت طلا هست. میبینید که این از چارت فاصله گرفته نمودار طلا. گذشتهش رو اگه مشاهده کنید خیلی به همدیگه نزدیک بودن، اما این فاصله زیادتر شده. همه اینها باعث شده به این نتیجه برسیم که نقره کمی از ارزش ذاتی خودش فاصله گرفته و اگر قصد سرمایه گذاری رو داشته باشید میتونید نقره را هم به عنوان یکی از فلزات ارزشمند مد نظرت خودتون داشته باشید. اما خب چجوری خرید بکنیم؟ بریم قسمت بعدی و قسمت جذابی که قصد دارم توضیحاتی خدمتتون بدم که بتونید بر روی اون طلای داخلی، شمش طلا رو و حتی نقره رو معامله بکنید. خب دوستان، سایتی که مشاهده میکنید مربوط به بورس کالای ایران هستش. من آدرس سایت رو براتون در کپشن میذارم و حالا امکانات خیلی جذابی داره. اینکه چه کارگزاری رو انتخاب بکنید این کاملا به خود شما بستگی داره. من اصلا نمیتونم کارگزاری معرفی بکنم. حالا نحوه ثبت نامش این رو هم با هر کارگزاری که شما مکاتبه کنید تماس بگیرید به صورت آنلاین بهتون اطلاع میدن که به چه صورت هست و خیلی راحت میتونید ثبت نام خودتون رو در کارگزاری انجام بدید. قسمت آتیش که مربوط به فیوچرز هست خیلی با این کاری نداریم چون بازار عمق خیلی زیادی رو نداره. تو بورس کالای ایران نقد شوندگی بسیار پایینی داره. اختیار معامله رو هم که اصلا به نظر من کلا بیخیالش شید. خیلی هنوز تو بازار ایران جا نیفتاده، حتی تو بازارهای جهانی هم به نظر من خیلی جا نیافتاده معاملات آپشن. چیزی که ما باهاش کار داریم گواهی سپرده کالایی هستش. البته خب الان بازار بسته هستش. من این زمانی که دارم ویدیو رو ضبط میکنم ساعت کارش از ساعت 12 تا 6 هست هر روز هفته، پنج شنبه ها تا ساعت 3 فعال هست، جمعه ها هم این بازار تعطیله. حالا چیزی که شما میتونید معامله بکنید شمشا هستش. خیلی راحت فرض کنید شما نمیتونید 1 گرم طلا رو بخرید. خب 1 گرم شاید مبلغ زیادی باشه با توجه به حالا دریافتی و حقوق‌هایی که همه ماها تجربه کردیم. 7 تومن، 8 تومن، 10 تومن، حالا بسته به قیمت هر گرمش هست و خب بالاخره هزینه نگهداری هم داره. یک ترسی از این رو ما زمانی که خریدیم باید یک جای امنی نگهداری بکنیم. خدای نکرده ممکن هستش مورد سرقت قرار بگیره. اگر مثلا زیورالاتی باشه که مورد استفاده خودمون باشه هم این امکان براش وجود داره. اما به صورت امنش این هستش که ما میتونیم هر مقداری که خواستیم، فکر میکنم از 1/10 گرم هم ما میتونیم شروع بکنیم. شاید مثلا حالا قیمت طلای الان رو من اگر بخوام بررسی بکنم چقدر هست، تقریبا 6800 هست. شاید 6800 خیلی سخت باشه که ما بخوایم بخریم، اما 680,000 تومان رو خیلی راحت میتونیم ما پرداخت بکنیم. گروه هایی که مورد نظر من هست برای شما دوستان عزیز، گروه شمش طلا هست. دقت کنید گروه شمش طلا طلای 24 عیار رو داره محاسبه میکنه و گروه شمش نقره که حالا خب من اگر روش بزنم چون بازار باز هست اطلاعاتش رو نشون نمیده، اما از این میتونید استفاده کنید. یک هزینه نگهداری بسیار پایینی داره دوستان. یعنی فکر می‌کنم مثلا سالانه اگه 1 کیلو طلا بخرید شاید مثلا 300-400 هزار تومان میشه نهایتاً. و برای نقره هم خب از این مبلغ خیلی کمتر، پس اصلا مبلغ ناچیزی هست برای نگهداریش که ازتون به عنوان کارمزد میگیرن و به صورت کاملا سیف هست. یعنی دیگه نگرانی رو ندارید که خب این طلا رو من کجا بخوام نگهداری بکنم. هم گروه شمش طلا رو میتونید بررسی بکنید، حتی گروه سکش هم بسیار مورد پسند من هستش با توجه به اینکه خب نگهداری اینها استرس زا هست، حداقل که برای من اینجوریه. میتونید از این موارد استفاده کنید و گواهی های شمش طلا، سکه و گروه شمش نقره رو خریداری بکنید. حالا یک سری سایت های اینترنتی هم هستن که امکانات این چنینی به شما عرضه میکنن. من پیشنهادم این هست که سراغ اینها نرید، چون دوستان ببینید اینها شرکت هستن و هر لحظه ممکن اینها ورشکست بشن. خیلی فرق میکنه با بورس کالای کشور که یک جوری اعتبار اون کشور هستش. موارد دیگه هم هست مثل زعفرون که من اصلا هیچ تخصصی داخلش ندارم، زعفرون، برنج و حالا موارد پایینتر که من حقیقتا اطلاعاتی راجع به این موارد ندارم. اما برای سرمایه گذاری این 3 مورد اول در قسمت گواهی سپرده رو حتما به شما دوستان توصیه میکنم. هر ماه مبلغی که قرار هست پس انداز بکنید میتونید از تحلیل ها استفاده بکنید، نواحی جذاب رو پیدا بکنید و در اون نواحی حالا هر مقداری که سرمایه‌تون هست رو خرید بزنید و آسوده از این باشید که اون رو به صورت فیزیکی بخواید نگهداری بکنید. خب امیدوارم که این ویدیو مورد پسند شما باشه. ما هر هفته براتون طلا، دلار و مواردی که مهم هستش برای
خانوارهای ایرانی رو سعی میکنیم که تحلیل‌هایی رو خدمت شما عزیزان ارائه بکنیم. حتما کانال رو دنبال کنید. اگه علاقه‌مند هستید که اولین نفر باشید که از محتوای ما آگاه میشید، زنگوله رو حتما فعال بکنید و ممنون میشم که اگر مورد پسندتون بود ویدیو حتما رو لایک بکنید، بر ما کامنت بذارید و اون رو با دوستان عزیزانتون به اشتراک بذارید که تمام اینها میتونه یک قوت قلب بسیار زیادی برای ما باشه که برای شما دوستان عزیز، برای شما مخاطبان محترم پارسیان کریپتو تولید محتوا رو داریم انجام میدیم. موفق و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.